قرار موافق اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف و در زمینه صحبت‌های تلفنی سران دو دولت به هم دوست همدستی و در روزهای مشکل در کنار هم بودند و همسایگی نک تاجیکستان و ازبکستان تحکیم می‌یابد. در دایره این همکاری و همسایگی نک با دستور پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف به تاجیکستان همچون کمک 144 کانتینر سیار تیبی دسترس کرده می شود. صبح روز 8 می نخستین شماره این کانتینرها عبارت از 48 عدد توسط قطار به دوشنبه آورده شد. کانتینرهای مذکور مجهز با تجهیزات طبی بوده برای قبول بمورانی کووید 19 مطابق گردانیده شده اند. طبق نقشه کانتینرهای کمک جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه در بیمارخانه موقتی جایگیرکونی می شوند که با دستور به واسطه و تشبس‌های انسان دوستانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای قبول بیماران گرفتاری این بیماری سیرایتی آماده کرده می شود. تاکید کردن به مورد است که لایحه بیمارخانه موقتی با استفاده از کانتینرها از جانب متخصصان کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و لایحه کشی دوشنبه شهرساز طرحریزی گردیده است. طبق لایحه بیمارخانه در مساحت 3600 متر مربع در حدود ورزشگاه بافنده شهر دوشنبه بنیاد گردیده برای معالجه بیماران سیرایتی کرونا کووید 19 پیش بینی شده است. بیمارخانه موقتی با مؤثرترین تجهیزات صحوی مجهز گردانیده شده برای طبیبان و بیماران اتاقهای لازمه فراهم آورده می شود. در عملی سازی این تدبیر مهم در این لحظه های دشوار نقش سران دو دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف نهایت زیاد است و از بشردوستی و اتحاد دو دولت دوست و برادر شهادت می‌دهد. مورد به ذکر است که امروزها در پایتخت مملکت با تشبس رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای معالجه بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 بنیاد انشاءات معاصر صحوی و دیگر تدبیرهای لازمه در سطح بلند براه مانده شده است. این زمان در ورزشگاه بافنده شهر دوشنبه با جلب دایره وسیع کارمندان و تکنیکای لازمه از جانب ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بنیاد بیمارخانه موقتی با سرعت جریان دارد. رفتی کارهای بنیاد بیمارخانه مذکور تحت نظارت قطعی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه قرار داشته به صفت کارها توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. از طرف حکومت ازبکستان 144 واگن با تجهیزات طبی روانه کرده شده است و ما آنها را جایگیر کرده ایستادیم و با کمیونیکاسیون شهریان آب و کوریزی و برق پیوست نبوده ایستادیم. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با پشتیبانی از سیاست موفقانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تلاش دارند که در سمت معالجه گرفتاران بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 مشکلات به وجود نآید. با این مقصد تدبیرهای هوسمندگردانی متخصصان ساحه طب بنیاد و نوسازی انشاءات ساحه تندرستی و تامین مواد طبی را با سرعت